آمدیم به شرکت لفت افغان ترک. یکی از شرکت‌هایی است که وارد کننده لفت در افغانستان می باشه و به خصوص شهر کابل تولید دروازه‌های بسیار زیاد زیبا و مقبول را می‌کنند که حدود 22 ساله در این بخش در افغانستان کار میکنیم. ان شاء الله در خدمت هموطنان هستیم. و علاوه از این ما تولید دروازه‌های چوبی به سمت چیز ترکیه هم داریم. این موتوری که شما می‌بینید برای شفاخانه است. بسیار عالی. بزرگترین موتور این به شفاخانه است. یعنی لفت برای هر مکانی که باشه فرق میکنه دیگه. بالکل دقیقاً. صد به شما توضیح دادیم که اصلی ترکی است. بارکد یعنی که جنسی که بارکد داشته باشه مشخصاً برای شما معلوم میشه که اونا یکی از نمایندگی میکنه که جنس اصلی از این کمپانی چرا. یعنی برادر ما اینا عکسشون میگیرن. این مثلا فکر کن تولیدی که اینجاست. او رو برو هم که ما تولید همینجا خود ما تولید کردیم. اینا تولید کشور خودمون بله اینجا تولید میکنیم. چرا مقاومت بالاتر میبریم و آهن تولید شده را که از خط میاد او را ما این نصب نمیکنیم. هیچ وقت اکسیژن از داخل لفت قطع نمیشه تا 2 روز هم که بانه اونا کدام چیزی برشون پیش نبره. هموطنان ما دروازه که اکثرا میبینید اکثر تولید خود ما شما چیزی کشور ما شما تولید میشه و کیفیتش بسیار بالاتر بردیم. این قسمت دروازه هم عین دروازه فولاد است. شما میبینید که این به خاطر یک تک دروازه بالایش ما روشن انداز به خاطر نمیدیم که این خود ایمنی گفته میشه. فولاد که گفته میشه فولاد دروازه در بیرون نصب میکنه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت تک تک شما بینندگان عزیز. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و چینل خودتان پنجره افغانستان را بیننده باشین. وطندارای خوب و مهربان، باز هم با یک برنامه جدید در خدمتتان قرار گرفتیم. البته انشالله که شب روز زمستان و این هوای سرد را در کنار فامیل با گرمی و با دیدن پنجره افغانستان سپری کنین. امروز در برنامه‌ای که میخوایم تقدیمتان کنم آمدیم به شرکت لفت افغان ترک. یکی از شرکت‌هایی است که وارد کننده لفت در افغانستان می باشه و به خصوص شهر کابل. همچنان بر علاوه از او یک افتخار دیگه هم داره این شرکت که تولید دروازه‌های بسیار زیاد زیبا و مقبول را میکنن که یکیش شما در بیشتر ما میبینین که انشالله صحبت‌ها درباره‌شان می داشته باشیم. معلومات کامل براتون ارائه میکنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. همچنان درباره این برنامه منتظر کامنت‌های زیبایتون هستیم. مهربان، قسمی که براتون گفتم آمدیم به معرفی یکی از شرکت‌ها در افغانستان که البته شرکت لفت افغان ترک است. صحبت‌ها رو می داشته باشیم. سلام علیکم. سلام خوبی. خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر. سلامت و بخیر باشین. زنده و سلامت باشین. یک معرفی بر ما و بیننده داشته باشین از خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان حیدری هستم، مسئول شرکت لفت افغان ترک. حدود 22 ساله در این بخش در افغانستان کار میکنیم. ماشاءالله. الحمدلله اکنون تا 30% اجناس لفت در افغانستان تولید میکنیم. از قبلش کابینایش هست که بسیار مهم است با دیزاین‌های بسیار مختلف و موتور و تابلو برق از ما از کشورهای ترکیه و چین وارد میکنیم. اکثرا ما از ترکیه میاریم. ان شاء الله در خدمت هموطنان هستیم. به علاوه از این ما تولید دروازه‌های چوبی به سمت چیز ترکیه هم داریم. ان شاء الله بعداً با شما باز تصویرش خواهد گرفته براتون معلومات خواهد داد. حتما ان شاء الله. بسیار خوشحال شدیم از دیدن شما حیدری صاحب عزیز. بر ما میره بگین که ما قدر معلومات نداریم. شما نام خدا 22 سال است که در این بخش تجربه دارین. این لفت که مثلا وارد میشه ابتدایی ترین بخشش تا بخشی که مکمل میشه درباره بر ما معلومات بدین. خواهر عزیز، لفت که از یک چیز بسیار صنعتی پیشرفته است، یعنی آسان بر گفته میشه، چرا که سهولتی هست. فعلا کشور عزیز ما افغانستان مبرم نیاز به لفت داره، چرا که ساختمانایی که بلند منزلایی که درست میشه نیاز به لفت داره. لفت به خاطر از اینکه در کشور ما شما نیاز هست که اکثرا
پرزجاتی که جا وارد میشه کوشش میکنیم با لفت با کیفیت وارد کنیم. بالاترش از 350 تا لفت وارد کابل بسته کردیم. الحمدلله پروژه های مختلفی را کار کردیم. لفت که از موتور در 42 قلم جنس است. متاسفانه در کشور عزیز ما باز شرکت های آمدن معامل املاک که اینجا در نمایشگاه ما هستیم شما میبینید ما باز چیزا رو به شما معرفی میکنیم. بسیار جنس بی کیفیت میرن اما متاسفانه از این آگاهی ندارن که لفت یک مسئولیت بسیار کلان است. چرا حیات انسان ها بازی میکنن؟ اگر ما خدای نخواسته جنس بی کیفیت بیاریم ایمنی از این بسیار مهمتر است. اگر اونا رو ما در کار نگیریم ایمنی از این مثلا پراشوت است، بخش قطع کن است، بخش جمپنای در زیر گذاشته میشه اونا برق صدای از زیر قطع میکنه. اگر لفت احیانا کیبل از این کنده میشه سقوط میکنه کسی دیگه اوگار نشه برق قطع شود. اما متاسفانه بعض شرکت های هست که ایمنی را رعایت نمیکنن. ما اکنون که شما اینجا میبینید الحمدلله فی الحال بالاتر از 30 پروژه داریم. یعنی میبینید در افغانستان بیکاری است. الان ما ولایت قندوز، تخار، عمل سمنگان روز رفتیم. ولایت سمنگان بود پروژه دیگه ما. انخوی در آقینه بندر آقینه اکنون زینه برقی را ما فعال کرده رای بودیم. بیشتر هم که من امروز شما صحبت میکنیم خودتون در جریان هستی. ما رفتیم در شاشه‌ای سرک اول اونجا دو تا لفت دیگه بوده. الحمدلله پروژه ما به این خاطر کیفیت کار ما بالاتر بردیم تقاضا بیشتر است. ما از تمام هموطنان عزیز کسایی که در این رشته لفت هستند خواهش میکنیم ایمنی را کاملا رعایت بکنن چرا که حیات انسان ها به ما مهمتر از همه چیز است. و اکنون که شما میبینید اینجا این تابلوی برقش است. شما میبینید که تمام پرزجاتی از این مکمل یعنی چیز چینایی است. این موتوری که شما میبینید برای شفاخانه است. بسیار عالی. بزرگترین موتور این به شفاخانه است. یعنی لفت برای هر مکانی که باشه فرق میکنه دیگه. بالکل دقیقاً. به شفاخانه با موتور بسیار بزرگتر کار میشه و کابین از باید یک تذکره جای شود. و برای آپارتمان ها که است نه لفت ها مختلف است. 6 نفر، 4 نفر، 10 نفر، 8 نفر. موتورایی که شما میبینید هر کدام از این به هر جای هست. فرق میکنه. این تابلو وقتی که ما بیشتر به شما توضیح دادیم که اصلی ترکی است. بارکد یعنی که جنسی که بارکد داشته باشه مشخصا برای شما معلوم میشه که اونا یکی از نماینده کسی میکنه که جنس اصلی از این کمپانی چرا که بارکد از که ما شما سرچ میکنیم خود کمپانی معلومات میده که کدام شرکتی جنس از ما خریداری کرده که در کجا هست. اکنون هم که برادر ما دیدن یا کل مکمل ترکی است. اون موتوری که شما میبینید او چینی است. یا موتورای خوب. بله یا موتورایش هستن. بله. اون موتور چینایی است. کدام کشور خوب است تولیداتش که مثلا ترکیه شما واردات دارین از چین واردات دارین کدامش خوبتر است؟ کیفیت دست خود کسایی که مصرف کننده هستند یا کسایی که مثل ما وارد کننده هستند. تمام کشورها جنس‌های مختلفی را تولید میکنن ولی کشور ترکیه که از استانداردهای اروپا را تولید میکنه. در افغانستان هم به استانداردهای اروپا را روان میکنه کیفیت پایین نمیره. اما متاسفانه از چینایی‌ها که هستن نه. چین ما همیال ایتو لفتی را داریم که یک لفت 40,000 دلار قیمت داره اما لفتی است که اون لفت 15,000 دلار در افغانستان میتن. چرا او کیفیت نداره؟ اما شما هر که میبینید این موتور چینایی که به خدمتتون عرض کردیم بسیار با کیفیت تر است. اون فراشتی که برای شما گفتم یا گورنر در اصطلاح عامیانه ما شما اونا یعنی کنترل کننده لفت اون یک دانه چرخی که اینجا میبینیم شما تمام لفت اون کنترل میکنه با موتور یک جمی چرخش میکنه. سرعت موتور که ما اگر 1 متر بر ثانیه ماندیم اگر 1 متر دام میشه او گورنر کنترل میکنه دفعتا برق سردای از این قطع میکنه امو لازم لفت باید استاد شود کسی اوبار نشه. بسیار عالی. این بخش مهمشون همو هست. بخش مهم ایمنیش همو هست. بسیار خوب بسیار خوب. اما تو ادامه میدیم ایدری صاحب صحبت ها رو می‌داشته باشیم در اون قسمت هم هستن لفت ها و اینا و دربارشون صحبت میکنیم. یکی از کابین لفت است. یعنی همین الان که شما میبینید اینا رو با دیزاین‌های مختلف یعنی برادر ما این عکسشون هم میگیرن این مثلا فکر کن تولیدی که اینجاست. او رو برو هم که ما تولید همینجا خود ما تولید کردیم. اینا تولید کشور خودمون هستن. بله اینجا تولید میکنیم. با شمول اونا او پیشوری هم که شما میبینید دروازه‌اش هست. دروازه لفت است. بسیار خوب. اینا هم تمامش در کشور خودمون اینجا تولید میشه. بله. اینی ریکشای خود شاسیا را اکنون که شما مشاهده میکنید قبلا از ایران بیاوردیم. اکنون میشه که اینا رو همینجا تولید شود. چرا به خاطر اینکه امکانات سال الحمدلله فراهم شده. به خاطر از این فراهم شده که ما کوشش کردیم که هرچند پارکای صنعتی می‌خواستیم بریم ولی می‌بینیم متاسفانه پارکای صنعتی ما شما با کمبود برق نمیشه چیزی را که بخوایم تولید بکنیم. ولی اکنون ما همین جایی که اون طرف هست تولیدات ما الحمدلله در وطن هم تولید می‌کنیم. این کابین هم تولید می‌کنیم. بسیار عالی. با کیفیت بسیار عالی. با چیزایی که از ترکیه و چین می‌آمد
از اون که ما کیفیتش میال تصویر که شاید برادر ما میگیرن این ضخامت آینه که اینجا شما میبینید ایره ترکیه یا از 1 میلی یا 1.5 میلی بالاتر، ما ایره 2 میلی در نظر میگیریم. چرا مقاومتش بالاتر میبریم و آهن تولید شده را که از خط میاد او را ما این نسل نمیکنیم، خود استیل میخریم اونا را میتیم خاط میکنن که یا کیفیتش بالاتر بره. ماشاءالله، خداوند شما را اجر بده. واقعا که قسمی که گفتن لفت یک وسیله حیاتی است، چون تمام انسان ها از استفاده میکنن، بخصوص در این وقتا که در کشور ما و شهر کابل نام خدا آبادی ها و ساختمان ها زیاد شده دیگه. واقعا که بسیار یک چیز خوب است. بخیر وفات باشین. ان شاء الله ما کوشش میکنیم بازم اگر تلاش ما هست. الان هم که شما مشاهده میکنید الحمدلله چیزی حدود 50 نفر مستقیما همراه ما مصروف کار هستن. ما در این بخشا کوشش میکنیم دیگه بیشتر سرمایه گذاری بکنیم که چرا که مبرم نیاز کشور ماست. بسیار تلاش کردیم از وطن دور نریم به خاطر از اینکه نیاز هست در وطن باشیم. چرا وطن عزیز ما اگر ما شما امروز آباد نکنیم که خواهد آباد بکنه و میبینی که بسیار شرایط مهیا بود که ما از این کشور بریم بیرون اما نتونستیم بریم به خاطر از اینکه دل ما با وطن ما میسوزه. صحیح از مشکلات هست ولی از نظر اقتصادی الحمدلله ما واقعا تو راضی هستیم که شاید بیشتر گفتیم خدمتتان اکثر شرکت ها میگن بیکاری است اما من منفعت بسیار کمتر میگیرم و پروژه بسیار زیادتر دارم. قبلا هم خدمتتان هست که در چندین ولایت امیال پروژه ما هست جریان داره کار ما، چرا که کیفیت بالاتر بردیم و هم خدمات ما 24 ساعت است. بعد از نصب ایام تا 2 سال ما خدمات رایگان داریم با مردم. چرا که مردم از این به خاطر از این خدمات رایگان میکنیم که مردم از این ناراضی نباشن. شاید جای رفته باشه اکثر بلاک‌ها هستن لفت دارن اما متاسفانه اون غیر فعال می باشه. غیر فعال بودن از این است که اکثر کسا توانایی پرداخت هزینه امر ندارن اما ما تا 2 سال کوشش میکنیم میره خدمات رایگان برشان نصب میکنیم. اونا از ما بسیار راضی میباشیم. بسیار نامی که ببرم ما برای شفاخانه خیرخواه بود اینجا شفاخانه یونیک هست، شفاخانه جمهوریت هست، مخابرات هست. نورما کارشون قبلا انجام دادیم الحمدلله مردم از ما راضی هستن شکر خداوند است. بازم تلاش میکنیم هر قدر یک کیفیت بالا ببریم مشتری ما زیادتر کنیم. خدا را شکر، خدا را شکر. خب این که لفت باید ایمنی خود را داشته باشه، خود ما انسان ها که از این استفاده میکنیم چقدر از این باید محافظت کنیم تا اینکه زود خراب نشه؟ محافظت از این به اکثر کسایی که در افغانستان استفاده میکنن متاسفانه زود میترسن. چرا ترسی که قبلا چیز شده که به ذهن مردم آمده که لفت مثلا کسی داخلش بان اکسیژن قید میشه اما اکنون تو کار نیست. هواکش داریم ما جای دیگه هم برشون ایمنی گذاشتیم. هیچ وقت کسی باید لفت به زمانی خراب میشه که اینا در داخل برق گیر ماندن در همون لحظه است که اینا دروازه بسیار به شدت میخواین باز بکنن همون لحظه لفت خراب میشه. اگر اینا یک کمی توقف بکنن لفت چون برق اضطراری داره چند ثانیه بعد وقتی که بیا پایان یا بالا هر جا نزدیکتر باشه برق میره دروازه بروشان باز میشه. اگر صدای مرا کسایی که میشنون با صداش لفت استفاده میکنن در داخل لفت اگر گیر مانده دروازه از این دست نزنی خود لفت اتومات باز میشه یا زنگی که یا تلفن است یا زنگ در اونجا میباشه. شما ببینید شاسی اینجا میشه این زنگ داره شما متوجه باشید میاد شما فشار میده چوکیدار که نزدیکتر میباشه چون یک لاسپیکر در سر کابین میباشه حتما در ساختمان صداش میشنون. یا ما اکثر جا تلفن استفاده میکنیم تلفن فعلا ناز نکردیم تلفن باز میشه که استفاده بکنن عجله نکنن بیان دروازه برشون باز میکنن. اکسیژن هیچ وقت لفت حال قطع نمیشه. قبلا که بود امکانات نبود اکنون الحمدلله امکانات هست ما ایمنی از رعایت میکنیم. هیچ وقت اکسیژن از داخل لفت قطع نمیشه تا 2 روز هم که بانه اونا کدام چیزی برشون پیش نبره. هموطنان عزیز ما خواهش ما است که از لفت مواظبت این میز مواظب نه. اگر نه که نه عجله کردن اینا متاسفانه در همون لحظه است که دروازه را کش میکنن در لفت خراب میشه تا که ما هر جایی که کارمند ما باشه باید برن واره آزاد بزنن. در غیر صورت به بیان لفت خودشان و گیر میبرن لفت هم خراب میشه. محافظت از این باید بسیار کوشش بکنن که از لفت بسیار استفاده سوچار شما میبینید اکثر جایی احیانا برق نیست یا برق میره بسیار محکم فشار میدن. یعنی این فقط یک اشاره کار است که لفت روشن شود اما متاسفانه بعضی جاها فشار میده اینجا خراب میکنه. متاسفانه مردم ما در کل هم تگادت دارن یکم با جدیت رفتار میکنن همراه هر وسیله‌ای که باشه. خب انشالله که صحبت‌ها رو دیدن و متوجه باشن که به خاطر که بر علاوه از اینکه لفت خراب میشه جان خودشان هم در خطر میفتن. دقیقاً اگر اینا رعایت نکنن متاسفانه چون حافظه است لفت یک سیستم است یعنی یک گروه هستن که اونا رو برنامه‌ریزی کردن و کد نویسی میشه
تابلوی برقی که پشتن شما فیلمش گرفته او کد نویسی میشه، چیزی حدود 7-10 نفر هستن که اونا رو برنامه نویسی میکنن مثل کامپیوتر واری. این باز اگر اونا از برنامه خطا خوردن متاسفانه جان انسان ها در خطر میفته، چرا که اکثر برقشان بس قطع نمیشه. چرا از حافظه خود که اساس داد بسیار به مشکل مواجه میشه، به مشکل مواجه نمیفهمه که در کدام منزل اینا استارت شوند. اگر کسی دست نزنه به نورمال خودشون استارت باشن بدون کدام گپ سخن هیچ وقت مشکل پیدا نمیشه. بسیار خوب. ایدری صاحب دیکور و دیزاین هم تمامش در کشور خود ما جور میشه؟ بله مکمل همین خود ما تیار میکنیم. فقط موتورا و امی تختش ایناش با یکی هم ریل ما میگیم ریل راهنما، اونا که فولاد است. ما شما متاسفانه در افغانستان فعلا تولید فولاد نداریم، اونا از کشورهایی که از چین و از ترکیه و ایران وارد میشه. بسیار خوب بسیار خوب. یک موضوع دیگه که در کشور ما بسیار زیاد متاسفانه البته که بفرمایید ایدری صاحب بخصوص در شب روز زمستان زیاد می باشد مشکلات برق است، کمبود برق است. درباره از این کدام پیشکار داشتین یا کدام توصیه دادین سیستم لفت که مثلا برق نباشه از چی استفاده کنن؟ برق نباشه اکنون ما کوشش کردیم که چون در کشور ما شما اکثرا هوا ابری هم میباشه، سولارای نو هم نداریم متاسفانه. ما اکثر جایات دوستای ما تشویق کردیم از بطری ها استفاده کنن. بطری یا 4 تا یا 8 تا استفاده میکنن یا یو پی اس یا اینورتر برشان میگذاریم. اگر برق هم نباشد روزانه 2 ساعت هم برقشان بیاید 15 ساعت دیگه لفت برشان کار میده. به خاطر نبودن برق ما همین نوآوری را کردیم. برق 3 فاز این موتورها که شما میبینید اکثرا 3 فاز است. از هیچ کشور تک فاز تولید نمیشه و اینجا ما کوشش کردیم اینا رو به تک فاز تبدیل کردیم. اگه برق کسی 3 فاز هم داشته باشه 280 برق داشته 220 هم داشته باشه باز برشان کار میده، هم به جنریتورهای عادی هم کار میده و به بطری هم کار میده. بسیار عالی بسیار عالی. واقعا گپ خوب است دوستای عزیز. صحبت‌های ما ادامه داره عزیزان، ما همراهی کنید. طبقات هر ساختمان فرق میکنن، 4 منزل 5 منزل همه تا به بالا. آیا سیستم لفت که انتخاب میکنن به ساختمان ها نظر به طبقاتش تفاوت داره یا نه؟ دقیقاً خواهر عزیز، ما از 6 منزل به بالا که میشه تا 10 منزل به بالا که میشه تکنولوژیش هم فرق میکنه. اصلا هم قیمتش فرق میکنه هم تکنولوژی که ما نصب میکنیم باشون فرق میکنه. چرا که هر چقدر طبقات بالا بره همون قدر ایمنی لفتا بالاتر میره. ایمنی یعنی به شما که خدمتتون عرض میکنیم چیزایی هست به نام فراشوت یا چیزای دیگه‌ای که در اسانسوری که ما نصب میکنیم اونا باید با کیفیت بسیار بالا باشه. قیمتش هم طبعا هر کدام این به منزل است. از لفتی که از 4 منزل تا 8 منزل قیمتاش تقریبا $1000 تفاوت داره. فکر کنید که از $14,000 شروع میشه تا $20,000. ولی 10 منزل که میشه 10 منزل به بالا از $20,000 تا $30,000 تا $50,000 شروع میشه. چرا که اونا تکنولوژیش باز فرق میکنه. خصوصا با لفتای شفاخانه اکثرا فرق میکنه. لفت شفاخانه چون مریض بر است اینقدر باید اساس باشه، تمام پروسجات از اون اساس باشه که مریض دوج مریضای قلبی رو بالا میکنن، لفت باید تکان نداشته باشه. یعنی از اون نظر کوشش کردیم ایمنی رو کاملا ما رعایت کردیم. الحمدلله جایی که کار کردیم پیشتر خدمتتون گفتیم مشتری ما که راضی نباشه امروز ما پروژه نمی‌داشتیم ولی همچین جنسی را اینجا وارد نمی‌کردیم. شکر خداوند است که مشتری ها راضی هستن و کیفیت بالا بردیم. قیمت هم بله از روی طبقات داده میشه. بسیار خوب بسیار خوب. از $14,000 شروع است به بالا. بله از 14,000 تا $50,000 لفت داریم. بسیار خوب. بعضی لفت‌ها که هست مثلا در بعضی مارکت‌ها و اینا لفت‌هایی است که شیشه‌ای میباشن. درباره از اینا برام معلومات بدین. اونا هم داخل کشور طرح و دیزاین میشن یا نه؟ ما کابینای از شیشه‌ای را همین افغانستان تولید میکنیم. الحمدلله امکاناتش رو فراهم کردیم. به خاطر از اینکه اگر او را ما فراهم نمیکردیم از بیرون شیشه آورده نمیشه. شیشه گل میخوره. شیشه‌شان اکثرا میده میشن از بیرون که میادیم ولی اکنون در افغانستان ما الحمدلله این تولید میکنیم. خود ما در شرکت ما خودمون تولید میکنیم. بسیار خوب. واقعا جای خرسندی و خوشبختی است. خب دوستای عزیز درباره دروازه‌هایی که تولید افغانستان است درباره اینا صحبت می داشته باشیم.
قسمی که بیننده برنامه ما هستین، من خودم شگفت زده شدیم با دیدن این دروازه مقبول که اصلا تصورش هم نمیتونستیم بکنیم که یک روز در کشور خود ما این دروازه به می زیبایی و به می کیفیت ساخته شود. واقعا جای افتخار است. سلامت و بخیر باش خواهر عزیز. سعی و تلاش بسیار زیادتر کردیم در کشور ما خدمتتان عرض کنیم که یک برادر ما هستن، اونا الحمدلله در نوآوری‌ها اگر بگوییم که افتخار میکنیم برایش بسیار پیشتاز هستند. کوشش کردن این دروازه را با هم کیفیت دستگاه‌هایی که در ترکیه بود با هم کیفیت وارد کردن. الحمدلله در دست نجارای توانای کشور ما شما همین ساخته میشه. بسیار الحمدلله هزار بار شکر میکنم از خداوند که یاری که شما میبینید ضد آب هست. بسیار خوب. چون لوکشی که در روی زده شده ضد آب است. اصلا آب هم که سرش بیاید مشکلی ایجاد نمیکنه الحمدلله. و این دروازه که اکثرا میبینید اکثر تولید خود ما شما در کشور ما شما تولید میشه. ما کیفیتش بسیار بالاتر بردیم و دوستان خواهش میکنیم کسایی که آپارتمان سازی دارن از دروازه به کیفیت استفاده نکنید. اگر میشه که متر $5 هم اونا قیمت‌تر بفروشن میتونن که دروازه با کیفیت بسیار خوب به آپارتمان‌های خود نصب بکنن. ولی بیشتر کسایی هستن که متاسفانه یک ذره قیمتشون که میبینن میگن قیمت بالا، میگن کیفیتشون میگن پایان بریم. ما متاسفانه نمیخوایم که کیفیت پایان بریم. در آینده در این وطن ضرورت است، اگر امروز نمیدونن فردا حتما خریداری خواهد کردن. شما همیشه شاید دیدید که ما یک دروازه دیگه هم تولید کردیم در اونجا به خاطر کسایی که بی کیفیت کار داشته باشن میگیم اینی بی کیفیت که شما میبری اونا را اکثرا پیشنهاد میکنیم کسایی که آپارتمان میسازن میگن نکنید. $5 قیمت تر بکنه فی متر مربع. یک آپارتمان فکر کن 150 متر مربع باشه خودش یک دروازه را تولید دروازه را اضافه میکنه، مشتری هم میخره. ولی متاسفانه اکثر کسا استفاده نمیکنن به خاطر قیمت بودنشان. ما سعی تلاش خود میکنیم با همین چیز باقی مانیم که این کیفیت خودتان هم ببینید خواهر عزیز. اکثر کسایی که میان میبینن چوب است. شما میبینید رنگش این قسمتش رنگ است، این هم واکیوم است. واکیوم شدگی از ترکیه هم که میامد عین واکیوم ما ایجاد میکنیم. این چوب که استفاده میشه کدام چوب است؟ این چوب خار است. چوب خار است. ما اکثرا اینا را قبل از اینکه یار دروازه درست بکنن یک ماه 20 روز قبل اینا را کاملا آماده میسازن، دفتر میگمانیم و باز آل زمستان است اینجا برای برنامه دیگه در پیش رو داریم. اونا رو میگذاریم اون خشک میشه، بعد از ما تولید میکنیم که بعدا رطوبت درش اگر برسم این خود خراب نکنه. بخصوص در دروازه‌ای که مثلا از در بلاک‌ها می باشه بیشتر رطوبت زیاد است در بلاک‌ها نسبت به خونه‌ای که در اولی می باشه. و دروازه و لفت دوستا یک وسیله هستن که دائمی هستن. وقتی که آدم یک خانه را میخره طبیعی است که دیگه دروازه‌اش نمیتونه تبدیل کنه یا گم بکنه، بسیار گزاف تمام میشه. باید چیزی را انتخاب کنن که مو کیفیت بالا داشته باشه، قسمی که حیدری صاحب گفتن. و همچنان لفت هم بعضی جاها هم میکنن، اما جایی که لفتایی که کیفیت پایین داره امور انتخاب میکنن متاسفانه. دقیقاً خواهر عزیز. ما بیشتر گفتم که ما کوشش میکنیم مشتری ما هر جایی که کار میکنیم دیگران معرفی میکنن به خاطر کیفیتی که میبینن و از کار ما کارگرای ما راضی باشن. اونا با کسای دیگر معرفی میکنن. اکثرا کسا در شرکت نمیان پیش ما. اکثر کسا با تلفن ما آهنگی میکنن، میگن فلان جایی که شما لفت کار کرده بودین نمبرتون فلانی داده. چرا؟ همیالی که ما به خدمتتان عرض میکنیم بیشتر جای مشتری ما همیالی هم شفاخانه است به نام یونک، شفاخانه زنانه است. اما او خواهر ما کل شرکت‌های لفت گشته بودن. ما کاری که انجام دادیم برشان الحمدلله بسیار از ما رضایت زیادتر نشان دادن. ما هم کوشش کردیم از بین 10 شرکتی که در کابل فعالیت میکردن شما را انتخاب کردیم و عالی هم خوشحال به این هستیم که همون چیزی که میخواستیم به همون کیفیت شما تولید کردیم. بسیار عالی. خب درباره دروازه صحبت میکنیم چون من مطمئن هستم دوستا که در تصویر میبینن حتما از این زیبایی که یادار خوششان آمده و میخواین دربارش معلومات داشته باشن. در کل چوب تمامش چوب خار است گفتید. چوب خار است. این روبروی دروازه که شما میبینید داخلش فولاد است. بسیار خوب. این دروازه بیرون آپارتمان نصب میشه و این ما دو پله ای را هیچ وقت در بیرون نصب نمیکنیم. چرا؟ از یمینی میبره. باید یک پله باشه. این 4 طرف قلف داره. همین قلفایی که شما میبینید قلفای یمینی است. به هیچ وجه باز نمیشه. به هیچ وجه باز نمیشه. بسیار با کیفیت است. به خاطر از اینکه مردم از امن باشه و این زیبایی رویش که شما میبینید ما در روی از یک طرح چوب انجام دادیم که از حالت فولاد بره به حالت چوب هم بیایه که دروازه داخلی آپارتمان هم همخوانی داشته باشه. و دوستا که میبینید این معلوم نمیشه که فولاد باشه. بعد از دورایش که معلوم میشه خود دروازه فکر میکنه آدم که 100% چوب است. واقعا که و این قسمت هم یک دروازه دیگه است، دروازه به رنگ سفید که هم فکر کنم فولاد است. چوب است. بله. این هم در رویش که شما میبینید از رنگ سفید به این خاطر چیز کردیم بعضی کسا سفید خوش میکنن ولی خودش چوب است. و این هم دروازه فولاد دروازه است. پالوش هم همین شما که میبینید
این چیز است. بسیار خوب. اون دروازه دیگه که شما می‌بینید ما به خاطر از این به اون طرح دیزاین کردیم که این رقم دیزاین کردیم که اکثر کسای دو دروازه‌ای رو بسیار خوش میکنن تو دیزاین دکورشون. بله. ما یک پله است به خاطر ایمنیش هم از بین نره، اما دکورش هم به سیستمی انجام دادیم که ای تو احساس میکنی که دو دانه دروازه است. بله خواهر عزیز. اندازه اینا دیگه یک اندازه استاندارد دارن یعنی فرق میکنه؟ این استاندارد است، ولی اگر جاهایی که چیز داشته باشن ما میتونیم برشان تولیدش بکنیم، مشکل نداره. فرق نمیکنه. خورد کلان میشه، مشکل نداره. و این قسمت هم است این قسمت دروازه هم این دروازه فولاد است. شما میبینید که این به خاطر از یک تک دروازه بالایش ما روشن انداز به این خاطر نمیدیم که این خود ایمنی گفته میشه. فولاد که گفته میشه فولاد دروازه در بیرون نصب میکنه، باید از نظر دوزی یا سرقت ایمن باشه. اکثر دوستایی که ساختمان میسازن متاسفانه بالای سر از روشن انداز میمانن. خب پس این دروازه فولاد ضرورت نداره، خب چوبای عادی نصب بکنیم و وقتی که میبینیم که دوز وارد شده میدانه چه ضرورت است ما فولاد دروازه نصب بکنیم. بله. باید فولاد دروازه اگر باشه به همین استاندارد جهانی است. این استانداردی که شما میبینید استاندارد ترکیه است. ما کوشش میکنیم کمپانی به نام ایکوس ایکوپلاس است، اون دو بالا زدگی است. ما کوشش میکنیم با کیفیت همون ایکوپلاس تولید بکنیم که فردا مردم ما از این کیفیت ما الحمدلله کوشش میکنیم که یک 4-5 سال آینده همگی اگر دروازه انتخاب بکنن باید بیان پیش ما. بسیار خوب. و زلفی یا قلفی که استفاده میکنین درباره از بر ما معلومات بدین؟ اینا قلفا که اکثرا جرمنی است. این قلفی که اینجا نصب یا جرمنی است. کوشش میکنیم با کیفیت بسیار بالایی استفاده کنیم، چون هموطنان ما از این قلفا باز خسته نشون. اگر کلیش هم میده شود، شما میبینید کلیش که سر نصب بسیار کلی با کیفیت است. اگر کلی میده شود با دروازه بسیار به مشکل باز میشه، نمیتونن هم باز کنن. تا قلفزا اگر بیان بسیار به مشکل میتونن باز کنن. سه طرف از این تو زبانای دارد، هم بالا هم در بغل هم در پایان. 3-4 زبان داره که باز این قابل چیز نیست، باز کردن نیست. بسیار عالی، بسیار عالی. بعضا برای بعضی جایا اگر استثناء قائل شوند بگن که از این ایمن‌تر دروازه می‌خوایم، باز میتونین برای اونها بله هستن. ما دروازه زیر چیز داریم، زیر سرقت و هم زیر داریم. اونم تولید میکنیم ولی روکش چوب برشان میدیم که اصلا هیچ وقت قابل نیست. این دروازه که شما میبینید ما عین مطابق از این دروازه برای اتاق استفاده میشه. شما ببینید این برای اتاق است. بسیار با کیفیت خوب تولید کرده میرم که شما میبینید که حتی مثل دروازه بیرون که امکانی داشته باشه. شما میبینید که ما حتی جفت یار تولید کردیم. الحمدلله کوشش ما است که هر کار مشتریای ما یا همشاریای ما سفارش داشته باشن مطابق سفارششون هم جور کرده میتونیم. چرا به دست توانای نجارای خود ما شما ان شاء الله جور میشه. بسیار خوب. درباره قیمت های دروازه برام بگویید. دروازه ما قیمت از 13000 افغانی شروع میشه. این کیفیتی که شما میبینید متاسفانه بعضی دوستان میگن که کیفیت بسیار قیمت بالاست، ولی نسبت به تولیدی که ما اینجا میکنیم مصرفی که سرشون انداختیم ما بسیار یک منفعت بسیار کم روش انداختیم. از 13000 افغانی تا 25000 افغانی دروازه اینجا ما داریم. بسیار عالی، بسیار عالی. نسبت به اینکه یک دروازه ایمن باشه، با کیفیت باشه، دائمی باشه، قیمتش هم مناسب است. دقیقاً ما کوشش می‌کنیم خواهر از پیشتر هم گفتیم که ما فروشات ما را بالاتر ببریم و مفاد بسیار کمتر میگیریم. چرا که مفاد کمتر اگر ما 5 تا دروازه قیمت بالا بفروشیم، این تو فکر کن اگر مناسب‌تر می‌خوایم بفروشیم 100 تا می‌فروشیم. اگر 100 تا 1000 بگیریم 1 لک افغانی میشه. اگر ما 5 تا 5000 هم بگیریم بازم 25000 افغانی میشه. چرا او کوشش می‌کنیم ما باید بیشتر ارزان‌تر بدیم و هم کیفیت بالا ببریم و فروشات زیادتر باشه. این دروازه که شما می‌بینید همین طرح دیزاین از اینجا CNC خود ما می‌کنیم. چوبای عادی هست و کوشش کردیم از این چوبای عادی CNC تولید CNC اینجا آوردیم. الحمدلله این روکشاش هم اینجا تولید می‌کنیم. شما خودتون مشاهده می‌کنید. الحمدلله کوشش کردیم بسیار با کیفیت‌تر و با رقمی که به هر جا باید بیاید. کاملا دوستان تصویر می‌بینید که بسیار هم زیبایی خود داره که خانه را زیبا می‌سازه، هم ایمن است و هم با کیفیت است. همین قسم چند دروازه دیگه هم قسمت است که در کل درباره‌شون بر ما معلومات دادن و یک دروازه که در اون طرف است که بیشتر من شروع برنامه را اونجا آغاز کردم که واقعا بسیار مقبول است. دوستا یک طرح زیبا و خاص داره، متفاوت‌تر از دیگه دروازه است. دقیقاً. خواهر از این دروازه رو برای خاطر تولید کردیم. اکثر دوستان میان از ما خواهش میکنن که یا دو دروازه داشته باشیم. ما برشون پیشنهاد کردیم، پیشتر خدمتتون عرض کردیم، اون گپ خود ما رو به تکمیل میخوایم بکنیم که گفتیم باز جایی ایمن نیست. زیبایی داره اما ایمن نیست. چرا که امنیتش کمتر است و دوستایی که میان برشان میگیم که تو سرانداز داشته باشن سرشان که ایمن نباشه، داخلش چیز نباشه، همچین چیز زیادتر کوشش میکنن انتخاب بکنن. چرا زیباست. میگن ما فکر کن از نظر ایمنی داخل ساختمان ما محافظات داریم، مشکل دیگه نداریم و همین دروازه رو انتخاب میکنیم. این همینجا تولید میشه
و بسیار با کیفیت کوشش کردیم که کیفیتش خودتان می‌بینید. الحمدلله بسیار با کیفیت بالا تولید کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان عزیز، واقعا شما هم در تصویر دیدین بسیار دروازه‌های مقبول، زیبا، با رنگ زیبا، با کیفیت عالی که زیبایی هم به هر صورت گرچه رول اساسی داره ولی امنیت بسیار مهم می باشه. در خانه وقت آدم استفاده میکنه از دروازه و کسایی که ساختمان جور میکنن بسیار باید برشان این موضوع مهم باشه که دروازه خوبتر استفاده کنن. دقیقاً. پیشتر که خدمتتون عرض کردم، اما یک برادر ما خودش ساختمان میسازه. الحمدلله اگر طرف شارنا به نام پرچه پایتخت دیده باشید، اینا خودشون میسازن. همین قبل از اینکه ساختمان آغاز بکنه دوستایی که ساختمان خریدن میان پیش خرید میکنن آپارتمانش. چرا؟ مرکز گرمیش، لفتش و دروازه بسیار با کیفیت هستن. شاید دوستایی که اگر صدای ما رو میشنون تقریبا برادر ما همچهره ما هستن، شاید میبینن. به خاطر از اینکه کیفیت جور میکنه. اما این روز دیگه بخش زون مرکزی انکشاف ملی آماده ما را واسطه میکنه که یک آپارتمان از برادر به ما بخری. ما از تمام کسایی که ساختمان میسازن این سه چیزی که باید گفتیم اساس ترین چیز لساختمان است. هر چیز اصلاح شود ولی این سه نقطه که مرکز گرمی، لفت و دروازه باید هم مستحکم باشه هم زیبایی خود داشته باشه که چون در افغانستان متاسفانه که آپارتمان‌ها رولش کمتر شده، این سه چیز کیفیت در نظر نمیگیرن. اکثر جاها شما میبینید هم قیمت باز پایین‌تر میارن. ما از تمام کسایی که ساختمان میسازن خواهش میکنیم شما ببینید $5 اگر فی متر مربع ساختمانتان قیمت‌تر بفروشه و جنس این سه قسمت جنسی که بهتون گفتیم با کیفیت‌تر میتونید استفاده کنید. بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا که دوستان عزیز قسمی که گفتن سه جنس است یا سه وسیله است که بسیار در خانه مهم می باشه. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما ایدری صاحب که در برنامه ما را همراهی کردین و معلومات دادین. اگر پیام داشته باشین کامری ما را خدمتتان است. تشکر خواهر عزیز، شما هم سلامت باشی، بخیر باشی. یک پیام واضحی که دارم من از تمام هموطنان عزیز ما خواهش دارم. دیگه کشورهایی که ما میریم همه مردم پشت کار آفرینی نیستن، یعنی کار آفرینی میکنن. اما متاسفانه در وطن عزیز ما افغانستان میخواهند کارمند شوند. من از تمام هموطنان عزیز ما خواهش میکنم کارمندی فقط زندگی یک نواخت است. بیایید کار آفرینی بکنید. چنانچه که در ویدیو شما دیدید ما نمیتونستیم یک کارمند شویم عادی از 8 بجه صبح بیایم تا 4 بجه دیگر برم خانه خود، ولی شما میبینید که عمل ساعت 5 بجه است هنوز ما در بیرون هستم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم کار آفرین باشیم. از تمام هموطنان عزیز خواهش میکنم کار آفرین را توجه بکنه که کشور ما شما رونق پیدا کنه و اقتصاد افغانستان پیشرفت بکنه. این تو روزی شود که ما کارمند تا 1 لک افغانی هم شاید پیدا نشود اگر کار آفرین باشیم. ما شما تشکر میکنیم، تمام هموطنان عزیز ما تشکر میکنیم که اگر بیننده بودن حتما کار آفرین باشید. این خواهش شما. سلامت و بخیر باشید. تشکر میکنم، سلامت باشید. سپاس از شما همچنان وطندارای عزیزم که در این برنامه زیبا و مفید ما را همراهی کردین. ان شاءالله که برنامه 100% خوشتان آمده عزیزا و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. منتظر کامنت هایتان همچنان هستم. این بود برنامه امروز، تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.